سلام علیکم. 23 آگوست سال 2026 می باشد. قرار داریم در موقع زیده این در دهه هزاره زیده در نزد برادرمون نامتون اکای میرزا من همجا در خر علف بر کرده است. از ما به شما نشون میدم که چقدر علف رو در خر بر میکنن میبرن. اول یک دو سوال دارم. اکای میرزا این چی علف است؟ این علف یوغان شیبر علف آلدرش موینه میگن داخه علف آمیخته یوغان شیور و دیگر علفا بوده است و هر سال چند بند شما میبرید؟ هر سال ما 1000 بند زیاد 1000 بند 1100 پیش یادم 2000 بندم میبرم. اوه 1000 2000 مگر اینکه شما 50 تا گاو داشته باشید. نه این بندای ما مایده ترنده. برای چند 1000 تا هم بنده برای چند مول میرسد؟ برای مثال 14 تا مول مایده. خب یک تا گاو یک تا خر. کفایه 100 بند کفایه. ای 1000 بند. 1000 بند. زمستان شما دراز است نه؟ دراز است. هم برای هوای. 6 7 ماه. 6 7 ماه زمستان. اکنون شما حاضر این 4 خر را بر کرده هر روز 4 یک خر 10 بند. 5 خر است؟ نه 4 خر. نه 1 2 3 4 5 تا اینجا این دیگر رفت. هر یک خر چند در زبر میکنید؟ 10 بند بر میکنید. تخمین چند کیلو؟ تخمینا اگر 50 کیلوی 5 کیلوی 50 کیلو. 50 کیلو. یک بار کنید کنی همین اول. خب انا میخوام بینش میکپیم اینا دا. اینجا چند بند است؟ اینجا 6 بند است. 3 بند این طرف 3 بند اون طرف. باید رنگی توازن یعنی ترازو هر دو طرف برابر بیاید. باید برابر بیاد ترازو. غم ندادن. در راه. در راه. بوره که از اول کج اومد میگد به منزل نمیرسد. شما باید انا میخواد کنید. انا میخوام میگیره. خری بیچاره دا پرتفتن اف نگفتی خر کنی ها تگش رو میکشید من وقتش این کار رو میکردم تگش رو میکشید کشینه درست؟ بیشینه باید انمو بند انا همی بند اگر در بالای خر برسه برغم نمیچه ای رو نیکی انمی نرسه برغم میچه همون بند باید چیند بالای زنده بالای خرده انا که بود بینید دوستان عزیز. خب انا یک درزه ای بین از من یک درزه از بین میمونیم دو تا دیگه ای دو طرف میمونیم. آفرین اکای میرزا آفرین باز از اونجا بولو ها. خب بندی سیوم بو از اینجا طرف بو از مو بند یک بند بو از مو بند دیدی که توازن یک خیلی آمد. من کم کم میدونم ها. بله این خواه بچه گودکی من همین کار گذاشت. انا کن از اون بند میبندید کنی یک بسانه نشون دید ماستر کلاس. خب انا این خیلی میگیرم انا این چخت برای آسانه که اینه چی گفتید؟ چخت بید چخت اون طرف حال به بنگیری داری حال به همون چوبی که کج است چخت برای کجک بروسیش کریچوک میشد بگمونم چخت پرتو کنی از اونجا ای بالا میپرتوید؟ ای بالا پرتو انا چخت پرتوفت انا چخت اومد چخت من میگیرم. خب موافق دل توری میکنم تمام انا بنده روز میکنم انا روز کدید انا بنده که روز کنم خب تیار شید انا که ایتا و بندی تمام کپ از اونجا کشید ها؟ کشیم تمام برو ترنگ یک دو تمام ترنگ شید. خب انا ایخل چخت میکپیم ای اکبین میاریم. خب انا ایخل انا گازی دیگه یگان جور نمیره تمام اینجا گریه شد و گریه شد من نور کنم. دوستان عزیز من ببینید این چخت رو اکن این جیانی من نور کرده تونست در چخت انا خیل گریه کرد در اینجا علف بر کرد در خر اکن کنی خر اکن های کن بو از قفایش اسب از کار دارد بو پردوم ها از پس از تاکی پردوم میاندازید پردوم میگن ها پردوم کنی پردوم ها هوای خودش هست انا وای پشت خرده پردوم است پردوم خپت کنی خلق شهردان پردوم کدام است انا وای پردوم است انا تمام میبرد از اون طرف بند میکنید این طرف سون عزیز اینجا جاری است من فرومدم قینده است انا از این طرف بس کنی
انا این انا تمام برای چی از پس خر من میدونم برای چی از پس خر سر دادن. از پس خر برای چی سر دادید؟ تمام وای بار بود چی دیگه بار اگر بر نشوی رود اگر همون پردو میخپد درست؟ بله هم دیوران عزیز منه این گروزاوی کماز پوری علف شد. علف اکن میرود منه یک خر، دو خر، سه خر، چهار خر تیار شده است. اکن بعد دهه هزاره. تمام های میتونید اکای میرزا دست شما در نبیند. شما در حقیقت جوان مردی بزرگ هستید. من این جوان ها همش شاگردای شما، بچه های شما، فرزندای شما. بله بله تلفن باز هستن همین بچه ها؟ تلفن خاکوس بیوای نمیشناسید هم از تلفن هست. تلفن هست. نه که هر روز تلفن بازی نمیکنن. نه سیم کارت ندارن همه خیاگون بازی های من همی چی میکنن تمام خیلی سیم کارت بسیارتر کار میکنن؟ بسیارتر کار میکنن در تلفن شب و روز نمیشنن؟ نه مکتب سرشید فقط مکتب میخونم کار و مکتب. تمام کار و مکتب با تلفن فقط زنگ میزنن تمام؟ نه زنگ نیست زنگ نیست. تلفن به سیم کارت هم بازی میکنن ها به سیم کارت حتی اینترنت ندارن. نه ندارن به سیم کارت هم تلفن بازی باشد اگر یک بله. اگه میرزا در پناه خدا باشد خدا با شما عمری دراز دهد. همدیران عزیز سلامت باشه اگه میرزا. همدیران عزیز با اگه میرزا با این مهنتش و خلق دههای هزاره بزیدچی ها یک جهان تشکر. منم خیلی کار میکنن. خدا رحمت شما.